دعا قوی ترین چیز است، آسان ترین و کوتاه ترین و مؤثرترین راه رسیدن به همه خواسته ها دعا است. این شما تجربه کنید. دعای نه که فقط یک در هفته یک بار پشت یک نماز برابر میشه و به اصطلاح دعای ما میه، به اصطلاح ساده بگویم دعا کردن یک 5 دقیقه دعا سر گرفت، نه خیر، همیشه سرش بده. الدعا مخ العباده، الدعا هو العباده، دعا مغز عبادت است، دعا خودش عبادت است. الله میگه ادعونی استجب لكم واسالوا الله من فضله، از فضل الله سوال بکنین، از الله بخواهین. از دیگه کس اگر بخواهی خشمگین میشه بالات، از خدا اگر نخواهی خشمگین میشه. من لم يسأل الله يغضب عليه، کسی از خدا سوال نمیکنه خدا سرش قهر میشه، چون سر خدا باور نداره. وقتی که دعا میکنیم سر دعای خود باور داشته باشیم و اعتماد داشته باشیم که خدای دعا را قبول میکنه. همیشه دعا بکنیم. شبها دراز هست، شبها دراز شده، روان از زمستان خب نهایت دراز میشه. در این شبها لازم نیست که تا گل صبح به اصطلاح شما بخوابیم، لازم نیست. خیر از برای نماز صبح اگر بلند میشیم از او کمی وقتتر بلند شویم، 2 رکعت نماز تهجد، یک دعای خالصانه پیشگاه خدا، این تو گوشایش بهش که فکرشون نمیکنه. خدا میگه ادعونی استجب لكم، از ما بخواین من اجابت میکنم. و از خدا کم نخواهیم، هیچگاه از خدا کم نخواهیم، از خدا زیاد بخواهیم. خدا به اندازه باور ما نسبت به خدا با ما رزق روزی نصیب میکنه. چی گمان داره سر خدا؟ همه رزق روزی دادن موجود نزد خدا چی خواهد بود؟ ولله خزائن السماوات والارض، خزانه های آسمان ها و زمین به دست خدا هست. او که بخواه هر چیز بخواه امو میشه، به شرطی از اینکه یک اعتماد و باور باشه، اعتماد قوی. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید لو انکم توکلتم یا تتوکلون حق توکله، اگر شما به خدا حق توکل بکنین، به یک دعایی که میکنین اعتماد و باور داشته باشین، توکلتون بعد از دعا به خدا باشه، لرزقکم کما یرزق الطیر، الله متعال شما را رزق میده مانند که پرنده ها را رزق میده. تغدو خماصا و تروح بطانا، میگه اینها صبح که از آشیانه خود که خارج میشن، اینها گرسنه هستن، شکمایشان خالی هست، گرسنه صبح میکنن و شب که بر میگردن شکمایشان سیر میباشه. ای تو توکل داشته باشن. اونا در زمستان زمین تمامش روی زمین برف، اما رزق روزی اونها به اونها میرسه. از کجا میرسه؟ اونا رو کی زنده نگه داشته؟ اونا با مو مخلوق بودن خود، اونا اعتماد به خدا دارن. اونا میفهمن که یک خالق ما داریم، ما هم میفهمیم که خالق هست و به این باور خوب نداریم.